انیمه بلیچ همیشه یکی از اون دسته آثاریه که هایپ خیلی زیادی پشت خودش داره. طرفدارا همیشه برای شنیدن اخبار جدیدش هیجان زدن و هیچ وقت هم فنهای خودش رو ناامید نمیکنه. داخل مراسم جام فستای 2026 بخش زیادی از این مراسم اختصاص داده شد به استیج ویژه بلیچ که با حضور صداپیشه‌های این انیمه برگزار شد. و خب داخل ویدیوی امروز میخوایم به بررسی مهمترین اخباری که پیرامون این فرانچایز منتشر شد بپردازیم. من مستر آب هستم و اینکه بنده رو تا انتهای این ویدیو همراهی میکنید از شما عزیزان بی نهایت سپاسگزارم. خب اولین خبر جدیدی که از انیمه بلیچ منتشر شد مربوط بود به پخش تیزر پارت 4 جنگ خونین 1000 ساله. تیزری که یه نگاه خیلی کوتاهی به محتویات کلی پارت 4 داشت و بیشترین تمرکزش روی مبارزه اصلی بین ایچیگو و یوهاباخ بود. مبارزه‌ای که فوق‌العاده جذاب به تصویر کشیده شده، از ویژوال و طراحی خیلی قشنگی استفاده کردن، افکتای خیلی زیبایی داره و همینطور ما برای اولین بار یه نگاه کاملی داریم به فرم هولویی جدید ایچیگو، فرمی که به هورن آف سالویشن یا همون شاخ رستگاری معروفه. البته این اسم عنوانیه که داخل یکی از تایتلای چپتر مانگا بود، دقیقاً همون چپتری که ایچیگو از این فرم استفاده میکنه و خب بین طرفداران این تایتل خیلی معروف شد، خیلی ترند شد و فنها همین تایتل رو به عنوان اسم اصلی این قدرت دیگه معروفش کردن، دیگه ترندش کردن. اما خب این عنوان رسمی قدرت هولوی ایچیگو نیست. تایتا کوبو 2 ماه پیش داخل فن کلاب خودش رسما از اسم اصلی این فرم رو نمایی کرد که اسم اصلیش 7 هولو ایچیگو هستش، یعنی ایچیگوی نیمه هولو، که خب ارتباط مستقیمی هم با نوع ظاهر خود ایچیگو توی این حالت داره. چون اگه دقت کنید به طور کامل یه هولو نیستش و بخشی از صورت و بدنش به شکل یه هولو در اومده و خب یکی از دیتیل های جالبش هم شاخ هولویی است که این دفعه از داخل سر خودش اومده بیرون، نه از داخل ماسکش، مثل فول هولویی که داخل سری کلاسیک استفاده میکرد. ولی خب به طور کلی خیلی جذاب به تصویر کشیدنش. من به شخص خودم خیلی لذت بردم، خیلی روی دیتیل ها و ویژوالش کار شده. از فیلتر قرمز و صورتی که توی این سکانس استفاده کردن واقعا راضیم. اگه دقت کنید این فیلتر خیلی قبلتر داخل پارت 1 جنگ خونین توی سکانسی که بین ایچیگو و زانگتسو هستش و برای آخرین بار با هم صحبت میکنن از همچین مدل فیلتری استفاده شد و این فیلتری که اینجا داخل کاخ سلطنتی یوهاباخ داره استفاده میشه به نوعی یه فورشادوینگ به اون سکانس که خیلی قشنگ بود، خیلی دوست داشتم. واقعا یه حس خونین، همونطور که تایتل جنگ خونین 1000 ساله است، یه وایب خونینی به این مبارزه میده. اینکه این مبارزه خیلی خطرناک و کشنده و خب ناجوره و من واقعا دوست داشتم. جدا از اون همونطور که گفتم ویژوال خیلی قشنگه، ایمپکت فریم ها خیلی خوبه و به طور کلی اقتباس تمیزیه. و خب اخیراً خود تایتا کوبو داخل مراسم جام فستا که به صورت آنلاین حضور داشت نتونست مستقیما داخل مراسم باشه، رسما تایید کرد که خب خودش شخصا روی خیلی از استوری بورد های پارت 4 کار کرده و پارت 4 بخشیه که بیشترین اوریجینال کانتنت رو بین تمام پارت های جنگ خونین 1000 ساله داره. حالا اوریجینال کانتنت یعنی چی؟ یعنی اینکه بیشترین محتویاتی که داخل مانگا نبودن ولی داخل انیمه هستن. به زبون ساده مبارزه ها میتونه طولانی تر باشه، میتونه سکانس های بیشتری داشته باشه، میتونیم حتی یه سری پاور آپ هایی داشته باشیم که داخل مانگا نبودن، که نمونه قدیمی ترش خب توی پارت 2 جنگ خونین ما بانک های سنجومارو رو داشتیم، بانک هایی که داخل مانگا نبود. یا حتی بعد اون ما مبارزه بین ایشیدا و رنجی رو داشتیم داخل پارت 3 جنگ خونین که خب اونم اصلا تو مانگا نبود، همچین چیزی داخل انیمه اضافه شد. یا حتی مبارزه بین ایچیگو و ایشیدا ابتدای پارت 3 که خب اونم بازی محتوای اورجینال بود که خیلی به جذابیت بیشتر انیمه کمک کرد. و طبق گفته تایتا کوبو چون خودش مستقیما سوپروایزر این پروژه است و خیلی از استوری بوردها رو یا خودش کشیده یا سوپروایزریش رو بر عهده داشته، ما بیشترین محتوای اورجینال رو قراره توی پارت 4 داشته باشیم برای تمامی بخشا، که خب این میتونه مربوط به آیزن باشه، میتونه مربوط به کاراکترهای دیگه باشه، میتونه مربوط به مبارزه خود ایچیگو باشه یا حتی سکانسایی که قراره از بانک‌های جدیدش داشته باشیم. و خب بیشتر از این اسپویل نمی‌کنم که کسایی که مانگا رو نخوندن
به قول گفتنی هیجانش براشون از بین نره. زمان پخش پارت 4 جنگ خونین هم رسما جولای 2026 یا همون تابستون اعلام شده، یعنی تیر ماه میتونید از تماشای این انیمه به صورت هفتگی نهایت لذتش رو ببرید. خب خبر دوم مربوط میشه به یه پروژه به اسم بلیچ د استوریز. بلیچ د استوریز یه پروژه است که قراره تمام داستان انیمه رو از اپیزود اول تا جایی که الان پخش شده مرور کنن، یعنی شامل تمام آرکای داستانی انیمه تا به اینجا میشه که به واسطه این قضیه تایت کوبو یه آرت ورکی داده که این آرت ورک الان نیمه کار است. اگه نگاه کنید فقط 2 تا از فرمای ایچیگو داخلشه، فرم مدرسه ایش و فرمی که اپیزود اول داشت به واسطه قدرتی که روکیا بهش داده بود. این آرت ورک در طول زمان و طی پروسه این پروژه که قراره همینطور اپیزودهای مختلف انیمه و لحظات مهمش مرور بشه، این آرت ورک هم قراره کامل تر بشه و همینطور ما فرمای دیگه ایچیگو هم داخل این آرت ورک داشته باشیم که در نهایت خودش خیلی جذابه، هم یه طراحی جدیده، همین که خب خاطراتمون زنده میشه و خب به همون یادآوری میشه که کاراکتر ایچیگو چه مسیر پرفراز و نشیبی رو طی کرده تا رسیده به این نقطه‌ای که الان داخلش هست. از صفر شروع کرد و الان رسیده به اینجا. واقعا مرور جذابیه، خودم به شخص دوست دارم همچین چیزی و خب خیلی کنجکاوم ببینم این آرت ورکی که تایت کوبو منتشر کرده نسخه کاملش چه شکلی میشه. و خبر آخری که از بلیچ منتشر شد راجع به بازی جدید این اثر هستش. بازی جدید بلیچ که تایتلش رو داخل ویدیو میتونید مشاهده کنید قراره برای سیستم موبایل عرضه بشه، توسط بندای نامکو ساخته میشه، همون کمپانی که بازی جدید بلیچ ریبرس آف سولز رو هم منتشر کرد که برای کنسول بود و پی سی. این یکی بازی قراره برای گوشی باشه و نکته جالبی که این بازی داره اینه که کاراکتر دیزاینرش خود تایت کوبو هستش، یعنی تمام کاراکترهایی که قراره توی این بازی حضور داشته باشن شخصا توسط خود کوبو طراحی شدن که از این جهت احتمال میره که کاراکترها وایب بیشتری نسبت به مانگا داشته باشن، یعنی بیشتر حس کنید که انگار این کاراکترها از دل مانگا هستن. به هر حال طراحی دست خود کوبوه که خب اینم در نوع خودش جالبه، باید بازی قشنگی باشه. زمان عرضش هم جولای 2026 همزمان با انیمه میاد. هنوز جزئیات زیادی ازش منتشر نشده، حتی نمیدونیم که بازی قراره چه شکلی باشه، اما خب از اونجایی که بندایی داره میسازه و تایت کوبو هم سوپروایزرشه باید جالب باشه. و اما خبر آخرم راجع به انتشار ناول جدید این اثر در سال 2026 هستش با عنوان Don't Feast My Bleach که توسط تایت کوبو طراحی میشه که البته خودتون میدونید ناول بیشترش متنه، رمانه، در واقع رمان به سبک ژاپنیه، بیشترش متنه. بین متنش خب طراحی هم داره که خود تایت کوبو طراحیشو انجام میده و آقای ریوگو ناریتو هم که ناولای قبلی بلیچ رو هم نویسندگی کرده بوده نویسندگی این ناول رو هم بر عهده داره که باید جالب باشه. یه جورایی توی بعد موازی اتفاق میفته حالا طبق چیزی که دارن نشون میدن و کاراکترهای بلیچ رو در قالب استایل‌های مختلف، لباس مدرسه‌ای، دبیرستانی یا حتی استایل‌های دیگه میخواد نشون بده و میگم که احتمال داره توی بعد موازی اتفاق بیفته یا یه داستان جایگزین باشه که اونم در نوع خودش جالبه. احتمالاً 2026 منتشر میشه و باید بیاد ببینیم چه جوریه دیگه. خب این بود اخبارای بلیچ داخل جانفستای 2026. مرسی که بنده رو تا انتهای این ویدیو همراهی کردید. مثل همیشه لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ممنونم که بنده رو حمایت میکنید. تک تکتون رو دوست دارم و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.